سلام، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه نگاهی بندازیم به یکی از بزرگترین چالش‌های دنیای مدرن، یعنی استرس، و یاد بگیریم چطور با چند تا تکنیک ساده اما قدرتمند آرامش رو به زندگیمون برگردونیم. پس اگه آماده اید، بیایید شروع کنیم. خب، قبل از هر کاری بیایید با این سوال شروع کنیم. هممون کلمه استرس رو میشناسیم، حسش کردیم. ولی واقعاً میدونیم وقتی استرس داریم دقیقاً چه اتفاقی توی بدنمون میفته؟ این سوال کلید ورود ما به دنیای مدیریت استرسه. بسیار خوب، بخش اول استرس، زنگ خطر بدن ما. اینجا میخوایم بفهمیم این سیستم هشدار درونی چطور کار میکنه و چرا گاهی وقتا بی‌دلیل به صدا در میاد. میدونی جالبیش کجاست؟ این سیستم هشدار در اصل برای محافظت از ما در برابر خطرات واقعی طراحی شده. مثلا مواجهه با یه حیوان وحشی. اما مشکل اینجاست که مغز ما امروزه برای یه پروژه سختکاری یا حتی گیر کردن تو ترافیک هم همون آژیر خطر رو به صدا در میاره. در واقع مغز بین یه خطر واقعی و یه فشار روانی فرقی قائل نمیشه و همین ریشه خیلی از استرس‌های ماست. و خب، وقتی این آژیر خطر برای مدت طولانی روشن بمونه، یعنی دچار استرس مزمن بشیم، بدن ما بهای سنگینی میده. انگار که همیشه در حالت آماده باش هستیم. این وضعیت باعث افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا، تنشن دائمی عضلات و حتی بالا رفتن قند خون میشه. بدن ما داره برای این حالت اضطراری دائمی فرسوده میشه. خب، این واکنشی که ازش حرف میزنیم دقیقاً چیه؟ توی این بخش میخوایم بریم به قلب ماجرا و با مکانیزم معروف جنگ یا گریز آشنا بشیم. ببینید، پاسخ جنگ یا گریز یه واکنش کاملا طبیعی و غریزیه. به محض اینکه مغز ما یه چیزی رو خطرناک تشخیص میده، یه عالمه هورمون استرس مثل کورتیزول و آدرنالین توی بدن آزاد میکنه. این هورمون‌ها مثل سوخت جت برای بدن عمل میکنن و ما رو آماده میکنن که یا با خطر بجنگیم یا ازش فرار کنیم. این فرایند خیلی ساده است و 3 مرحله داره. اول، یه محرک وجود داره که مغز اون رو به عنوان خطر تشخیص میده. دوم، هورمون‌ها فوراً توی خون آزاد میشن. و سوم، بدن ما واکنش نشون میده. قلب تندتر میزنه، نفس‌هامون سریع‌تر میشه و عضلاتمون منقبض میشن. یه سیستم بقای فوق‌العاده هوشمند. خب، تا اینجا فهمیدیم مشکل چیه و چطور کار میکنه. حالا وقتشه بریم سراغ جعبه ابزارمون. این بخش نقطه عطف ماجراست، یعنی تکنیکایی که به ما کمک میکنن این سیستم هشدار رو به صورت دستی خاموش کنیم. نکته کلیدی اینجاست. فکر نکنید این تکنیک ها فقط برای یه حس خوب لحظه‌ای هستن. نه، این روش ها دارن آگاهانه به بدن ما سیگنال میدن که هی، خطر تموم شده. میتونی به حالت عادی برگردی. در واقع داریم اون آژیر خطر رو خودمون خاموش میکنیم. و بهترین نقطه شروع کجاست؟ جایی که اصلاً شاید فکرش رو هم نکنید. این جمله خیلی قشنگ میگه. ساده ترین و در دسترس ترین ابزار ما همون نفس کشیدنه. چیزی که همیشه و همه جا با ماست. اولین و پایه‌ای ترین ابزار ما همین تمرینات تنفسیه. هیچ وسیله‌ای هم نمیخواد. فقط کافیه یه جای آروم بشینید، چشماتون رو ببندید و برای چند لحظه تمام تمرکزتون رو بذارید روی نفس هاتون. یه دم عمیق و آروم از بینی و یه بازدم طولانی تر از دهان. همین کار ساده یه پیام قدرتمند به مغزتون میفرسته که همه چیز امن و امانه. تکنیک دوم اسکن بدنه. این تمرین کمک میکنه تا از دنیای شلوغ ذهنمون بیایم بیرون و با بدنمون دوباره ارتباط برقرار کنیم. خیلی ساده. از نوک انگشتای پاتون شروع کنید و آروم آروم توجهتون رو بیارید بالا. هر جای احساس تنش یا انقباض کردید، آگاهانه سعی کنید اون قسمت رو شل رها کنید. این مثل یه گفتگوی آگاهانه با بدن برای رها کردن تنش‌های پنهانه. تکنیک سوم یه سفر ذهنی کوتاه به اسم تجسم هدایت شده. چشماتون رو ببندین و خودتون رو توی امن‌ترین و آرامش بخشترین جایی که میشناسید تصور کنین. شاید کنار دریا یا توی یه جنگل سرسبز. سعی کنین با تمام حواستون اونجا باشید. صدای موج‌ها رو بشنوید، بوی خاک بارون خورده رو حس کنید. این کار به ذهن شما یه استراحت واقعی میده. و اما تکنیک چهارم، ذهن آگاهیه. یعنی چی؟ یعنی تمرکز کامل روی همین لحظه، همین الان. به جای اینکه درگیر افکارتون بشید، فقط مثل ابرهایی که توی آسمون حرکت میکنن، تماشاشون کنید، بدون اینکه قضاوتشون کنید یا بهشون بچسبید. این تمرین به ما کمک میکنه از چرخه نگرانی برای آینده و حسرت برای گذشته بیرون بیایم. خیلی هم عالی.
اما فواید این تکنیک‌ها فقط به یه حس آرامش لحظه‌ای ختم نمیشه. بیایید ببینیم وقتی این کارها رو به صورت مداوم انجام میدیم چه تأثیرات عمیق‌تری روی سلامت جسم و روان ما میذارن. وقتی این تمرین‌ها بخش از زندگی ما بشن، تأثیرات شگفت‌انگیزی دارن. نه تنها علائم فیزیکی استرس مثل تپش قلب کم میشه، بلکه اون نوشخوار ذهنی و فکرای تکراری هم متوقف میشن. در نتیجه تمرکزمون به شکل چشمگیری بهتر میشه و حتی تحقیقات نشون داده که این تمرین‌ها میتونن به کنترل دردای مزمن هم کمک کنن. خب، همه اینها عالیه. اما مهمترین سوال اینه چطور این تکنیک‌های قدرتمند رو به یه عادت روزانه تبدیل کنیم؟ توی این بخش یه نقشه راه ساده برای این کار داریم. ساختن این عادت فقط 4 قدم ساده داره. اول، لباس راحت بپوشید. دوم، یه فضای مشخص و آروم برای خودتون پیدا کنید، حتی اگه فقط یه گوشه از اتاق باشه. سوم، خیلی مهمه که با قدم‌های کوچیک شروع کنید. حتی روزی 5 دقیقه هم عالیه. و چهارم، این زمان کوتاه رو توی برنامه روزانه‌تون ثابت کنید. مثلا هر روز صبح قبل از شروع کارها. و در آخر میخوام این بحث رو با یه سوال تموم کنم که شما بهش فکر کنید. از بین این تکنیک‌ها یا هر روش دیگه‌ای که خودتون بلدید، روش مورد علاقه شما برای آروم کردن خودتون چیه؟ پیدا کردن جوابی که برای شما بهترین کارایی رو داره، کلید اصلی مدیریت استرسه. ممنونم که همراه من بودید.